درود بر شما. من مرتضی بوربوری مفتخرم که گفتگو میکنم با یک پدیده در زمینه موسیقی که متاسفانه به سبب عدم توجه ما شنونده ها و همچنین مسئولین مجبور شد 12 سال سکوت اختیار کنه، اما خوشبختانه دوباره شروع کرده. خیلی خوشحالم که آشناتون کنم با کاوه رمضان‌زاده. پایان انتظار آغاز گفتگو، لب باز کن بگو از آنچه پیش روز، تنها تو عشق را آواز میکنی، با بار زخمیت پرواز میکنی. کاوه رمضان‌زاده دلش برای استیج تنگ شده. آره خیلی زیاد. چند وقت استیج رو ندیدی؟ چند وقته؟ خیلی استیج به اون شکلی که 12 ساله 12 ساله ندیدم. خب اگه موافقی برای اینکه بیننده ها بفهمن که ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم، یکی از کارهای قدیمی تو با هم ببینیم و بشنویم. باشه چشم. لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز میلرزد دلم دستم. چی شد که به موسیقی علاقه‌مند شدی؟ موسیقی از بچگی دوست داشتم. چرا؟ چون تو خانواده‌ام وجود داشت و همیشه شنیده میشد و حالت الان همه خواننده هم همین جمله رو میگن که ما از بچگی موسیقی رو دوست داشتیم و بوده و فلان. ولی واقعا چجوری بود واقعا؟ چجوری تو زندگیتون موسیقی چجوری بود؟ موسیقی جدیه، خیلی کلاسیک بود اولاش. یعنی پدر بزرگم با این نوع موزیکا ما رو عادت میداد و که بشنویم. بعد اذیتت نمیکرد؟ هیچ موقع نمیگفتی که مثلا این خاموشش کنی اینو؟ نمیدونم. نه، تاثیر خوب روم داشت که دوست داشتی؟ آره دوست داشتم. من میشستم هم پدر بزرگم خیلی دوست داشتم هم موزیک رو. چرا پدر بزرگ دوست داشتی؟ خیلی دوست داشتنی بود. گفتم شاید پذیرایی شایانی ازت میکرد دوست داشتی به خاطر. آره خب همیشه. آره پس شرطی شدی دیگه، شکلات و شیرینی و موزیک همه چی با هم. آره همه چی با هم بود و تو را دیگر نمیبینم، بهار آرزوهایم مرا دیگر نمیبینی که دور از تو. چه تنهایم اولین بار که در واقع آهنگ ساختی، اصلا این استعداد کی کشف کردی تو خودت که میتونی آهنگ بسازی؟ ببین من شعر زیاد مطالعه میکردم، شعرهای کلاسیک نو. یه خورده جلوتر که اومدم بزرگتر شدم معاصرا رو میخوندم، مطالعه میکردم. شعر رو خیلی دوست داشتم و شعرهایی که یه سری شعرهای گلچین تو مغزم شده بود که این چند تا شعر بود که دوست داشتم مثل حافظ بوده، از حافظ برفت. البته ما اسم جو داشتیم برفت. غزلیات حافظ، یکیش اخوان ثالث، یکیش حمید مصدقه. یه سری شعرها بود که با حال و روز اون موقعم شاید به دلم خیلی نشسته بود و دوستشون داشتم و گفتم بسازم و شروع کردم به ساختنش. شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت، روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت. گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود، بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت. عشوه میداد که از کوی ارادت نروم، دیدی آخر که چنان عشوه خریدیم و برفت. شد چمان در چمن حسن و لطافت، لیکن در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت.
این گروه از کجا پیدا کردی؟ اصلا کجا جمع شدین کلا با؟ خب ما موقع بعد از اینکه کور می‌خوندم و اینا موسیقی پاپ آزاد شد. یواش یواش چند تا خواننده بودن که موزیک ساخته بودن اینا از گروه کور استفاده می‌کردن برای گروه‌هاشون و من با خیلی از نوازنده‌های موزیک آشنا شدم. چون مثلا من با دکتر اصفهانی و آقای عصار و اینا کنسرتایی بود که کور می‌خواستم ما به عنوان کوریست می‌رفتیم اونجا و کار انجام می‌دادیم. با نوازنده‌ها آشنا شدم، با موزیسین‌های دیگه آشنا شدم و با همزمان دونه دونه پیشنهاد کار دادم و بچه‌ها هم قبول کردن. یعنی دستشون درد نکنه که بودن پایه بودن و قبول کردن و تمرین‌ها رو شروع کردیم. تمرین کجا انجام میدادی؟ تو خونه پدریم بودیم که یه اتاق خیلی کوچیک 10-12 متری داشت. به سختی چیده بودیم و 8 نفر 9 نفر گاهی 12 نفر تو همون اتاق تمرین رو انجام همه سر ساعت می اومدن؟ یعنی جدی بود تمرین‌ها براشون؟ آره چون من خیلی جدی بودم و به خاطر دیسیپلین ارکستر سمفونیک ها و اینایی بود که باشون کار کرده بودم تو دوره چه میدونم بعد از هنرستان و زمان هنرستان و اینا یه دیسیپلین خاصی رو دوست داشتم همیشه داشته باشم. سخته نمیشد و اصلا نبایدم همچین توقعی می‌داشتم از بچه‌ها چون این نوع موزیکای که دیسیپلینش فرق داره همه جای دنیا هم می‌خواد راحت‌تر باش برخورد کنن. و همین خاطر گیر بودم و تقریبا بچه‌ها هم برای سعی می‌کردن که برسن. بر لبم مهر سکوت در دلم ریشه درد باغ سرسبز غزل بی تو پاییزی و زرد آسمانم ابرآلود فصل ها ساکت و سرد بی تو با خاطره ها زندگی خواهم کرد. اولین کنسرتی که در واقع برگزار کردی کی بود؟ اولین کنسرتی که برگزار کردم سال 79 بود. فرنگسرای خاوران افسری جنوب تهران. اونجا چون من اونجا کارمند بودم. کارمند چی بود؟ کارشناس موسیقی اونجا شده بودم. اینا یه برنامه داشتن که فری هم بود برای مردم، آزاد بود و مجانی. مدیرامون شنیده بودن کارای منو گفتن که شما بیا انجامش بده و من گروه اونجا 7-8 جلسه تمرین دادم تو خود فرهنگسرا. بعدش همونجا هم اجرا رفتیم. آره 79 باغبان از پی من تون دوید زیبرا دست تو دید. آلبوم تو چجوری منتشر کردی؟ آلبوممو ما ضبطاشو شروع کردیم طی آخرین کنسرتی که داشتیم سال 1383 بود اگه اشتباه نکنم. اول مهر بود. آره اول و دوم و سوم مهر بود. تو کاخ سعدآباد ما اجرای دیگه‌ای رفتیم. از شرکت آوای باربد خواستیم که دعوتشون کردیم که بیان و کار ما رو ببینن. یکی از شبا رو زحمت کشیدن اومدن و خیلی خوششون اومد. با هم قرار کاری گذاشتیم که انجامش بدیم. قراراش هم انجام شد. مجوزها هم تو ارشاد تا جاییش رو پیش رفته بود. امیدوار کننده بود. ولی کن ارشاد روی یک موضوعی پرونده رو گیر داد و نگهش داشت پرونده رو که اونم این بود که شما تلفیق ملودی و شعرهاتون غربیه و درست نیست و چون شعرها کلاسیکه شما نباید غربی بخونیدش و مجوزها گیر کرد توی ارشاد. دیگه گذشت و خب خیلی سخت‌تر شده بود شرایط مجوزها. به نوعی اصلا مجوز صادر نمی‌شد. خیلی کم مجوز ژانرهای غیر سنتی صادر می‌شد و کار گیر کرد و من دیگه بعد از چند سال خسته شدم واقعا دیگه ادامه ندادم پیگیریامو از ارشاد. پایان انتظار آغاز گفتگوست لب باز کن بگو از آنچه پیش روست لب باز کن بگو فردا برای ما فردای سبز عشق
تنها برای ما. بعدش شنونده ها دنبالت میگشتن، این اتفاق افتاد که احساس کنی شنونده ها دنبالت میگردن بعد سکوتت در واقع؟ آره خیلی زیاد. آره خب مثل الان نبود، الان فضای مجازی خیلی ارتباطات رو بیشتر کرده و آدم در جریان قرار میگیره، ولی تماس گرفته میشد از دوستا آشناها، یا مثلا یه جایی مهمون بودم پیگیری میکردن که چه خبر و چه میکنید و دوست داشتن که ادامه داشته باشه. و بله. تهیه کننده حرفه‌ای در این سالها هیچ موقع با تو تماس نگرفت برای ادامه کار؟ نه خیلی کم. پایان انتظار آغاز گفتگو، لب باز کن بگو از آنچه پیش روز، تنها تو عشق را آواز میکنی، با بال زخمیت پرواز میکنی. تو به عنوان یک هنرمند برای تهیه کننده و پخش کننده موسیقی ایران های جمله بهشون بگی چی میگی بهشون؟ چی بهشون بگم؟ با من در این دیار تنها تو مانده ای، در غربت سکوت تنها تو خوانده ای، چشمان منتظر سرشار آرزو. تهیه کننده واقعی تهیه کننده‌ای که بتونه تشخیص بده که شما یک نکته‌ای داری، یک نقطه‌ای داری که میتونه ازش پول دراره و بیا سرمایه‌گذاری کنه، که متاسفانه من ندیدم اینور تهیه کننده‌ای که بشناسه هنر رو و بیا سرمایه‌گذاری کنه. فردای روشنی در انتظار